چطورین برای بچه؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل خودتون. پارت 2 سری سوروایول هارد اومدیم. این بار میخوایم بریم تلاش کنیم فول دایمند شیم و یه فارم آیرون بزنیم، بریم اشغال کنیم. اول بازی که گشنمونه بریم یه دونه که حالا فعلا این سیگار رو بخوریم ما و آره دیگه. حالا امیدوارم این ویلیجرها زنده مونده باشن که نخواهیم بریم 3 ساعت دنبال ویلیج دوباره، چون حوصله‌شو ندارم واقعا. و بریم ببینیم ویلیجرها زندن یا نه. هیچی هم نداریم ماش. آها داریم. بریم ببینیم زندن ویلیجرها یا نه. بچه ها مثل این که فقط یه ویلیجر داریم متاسفانه، بقیهشون همشون مردن و فقط فعلا یه دونه ویلیجر زنده داریم فعلا تا جایی که من گشتم و متاسفانه ویلیجر دیگه نیست. حالا میریم یکم تو غار ماین میکنیم، آیرون پیدا کنیم، ببینیم شاید تو سوراخ سنبا اینجا رفته باشن. یه دونه دیگه پیدا کنیم حله ها، لازم نیست دیگه الکی بریم ماین کلی. یعنی ماین که قرار بریم، چی میگم، منظور دنبال ویلیج. آره قاطی کردم اصلا، مذر دیگه الکی لازم نیست بریم دنبال ویلیج. منم این چستا رو باز و بسته میکنم، یکم اینا رو برداریم اون پایین یکم گیر نیفتیم. بریم غار. یه غار اینجا بودش، من دنبال ویلیجی را بودم. کوش ایناش از اینجا، اینکه اون غار است که خونمون چیزه توشه، اینجا بودش. بعدی این ویلیجی اینه که سوراخ سنبه. ای بچه ها ویلیجر بکن بچه ها. این باگ اگه میبینید چیزه یکم، آره باگه، یعنی باگه. آره ویلیجر پشما حاجی، خیلی خوشحالم که اینا زنده. حاجی الان اینا چیکار کنم؟ این از این یکم کاش میرفتی اون ورتر تا. وای 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 وای، نیفتید نمیخوام بیفتید، شما رو لازمتون دارم. آقا هول نده اینو بیناموز. هی هول داره میده آقا، این ویلیجره میخواره. یکیتون هم زنده اونید کافیه ها. وای از این ور آزاد شدم بکن. ریدم اگه بره رو اون بلوکه. حل این تمام شد. ویلیجرها، بابت ویلیجرها راحتیم. داشتم ناراحت میشدم که اینا مردن. چه این درخته ویلیج دیگه، فهمیدیم. حداقل یکم بریم ماین کنیم، یکم آیرون بگیریم، کارا سریعتر پیش بره. بعد بیایم با اینا ترید کنیم، فارم آیرون اینا بسازیم، بعد بیایم با اینا ترید کنیم، فول آیرون بشیم. آره تموم. به اول کاری آیرون و مزاحم بیبی زامبی. میتونی بگی بالا؟ آره مثل این که وای اینا چرا انقدر سگن؟ غلط کردو. وای مردم بچه، مردم. چرا اینجا اینقدر بیبی زامبی ها وحشی هن؟ ریدم تو خود. بله من باز اسپان پوینت رو ست نکردم طبق معمول. از همینجا آمدیم، بریم اسپان، بریم بیس، برمیگردم پیشتون. بچه ها بعد صدها سال رسیدیم، نصفه را با قایق اومدیم، ولی خب بازم سخت بود.
رسیدیم بریم ببینیم. اول اسپان پوینت. من مگه ست نکردم سری پیش اسپان پوینتو. بریم ببینیم آیتمامون هست یا دیسپان شده. شاید باشه چون لود نشده، لود نبود. اون زامبی خدا کنه دیسپان شده باشه. زامبی پدر صلواتی، پدر سگ، اصلا پدر زامبی. ویلیجر هم هستن هم. کجا ما رفتیم مردیم؟ اونجا بود. اینجا بود مردیم دیگه. آها بچه ها وسایلمون اینجاست. ما جمع کنیم. اوه من آدم نشون نیستم. این هم مردم بازم این آدم نمیرم. بریم آیرون بکنیم دیگه، برمیگردم پیشتون. خب بچه‌ها پس از سالها رسیدیم به خونه و همونطور که دیدید ببینید دریافت چیزایی پیدا کردیم توی کشتی ها و اینا. و من تو این بین یه چیزی رو فهمیدم در مورد این گوش کنید. شنیدید؟ آره. و اینکه جالبش اینه که با کیبورد جابجا میکنیم صدا نمیده، ببینید، ولی با اسکرول ما صدا میده. آره. و به چیزایی پیدا کردیم که فکر کنم جاشونو نمیدونم کجا باید بزنم. چستاشو هم دزدیدیم. بچه ها یه چی دیگه فهمیدم این الان. اولا که این پوشن ها ببینید چه باحالن. بعد دومانم بله این صدا نمیده؟ نه اینا دیگه مثل این که صدا نمیدن. مود جالبی ها واقعا. آموزش مودم حتما گذاشتم، برید دانلود کنید و عشقشو ببرید، یعنی حالشو ببرید. بریم دنبال وسایل هم ببینیم هستش یا نه. 2 روز الکی تو ماینکرافت گذشت و ما هیچ غلطی نکردیم امروز. بچه من رو گم کردم. بچه پس از سالها راه فرار رو پیدا کردیم و بریم بالا تا نمردیم. اسپان پوینتمون رو ست کنیم. آیرون هم که دیدید دیگه، مشاشه میایی رو بالا تیمسار. بریم زود اسپان پوینتمون رو ست کنیم. واچی داشتم سکته میکردم، اسپان پوینتمون رو ست نکرده بودم، یادم رفت. بریم قشنگ آیرون ها رو بپخیم. بعد که آن رو آیرون اینو اول از اینجا میکنیم، بعد میذاریم همینجا میخوابیم. حالا باگ نشد و
مثلا من دیزاین بت نمیخوام بدم من همینجا میخوام، کافیه همین برم. میترسم بذارم دوباره باکشه. چیز خاصی نمیخوام بذارم همین، ولی باز میترسم باکشه. زشتم شد ولش کن. بریم اینا رو بذاریم بپخه همینجا. زغالم نکندیم، اون همه دیدیم ولی نکندیم. تو این یکی چستم یکم چست فرنیسم یکم چوب بپخیم. یه زغال بده. اینا هم میپزه؟ آره. تا اینا میپزه ما بریم گندم ها اینا رو جمع کنیم بدوزیم هیویلاشونو و بریم این ویلیجر ها یه جوری از اونجا در بیاریم دیگه. نمیدونم چجوری میخوایم اینا رو در بیاریم از اونجا، ولی یه کارش میکنیم. اون یکی هم که زنده بود اینجا بود و آره دیگه بریم هیویلاشونو بکنیم نمیشه. بچه ها مثل که همین 9 تا مونده بودش. ای بابا اشکال نداره، همینا باز مفت باشه کوف باشه. بریم به این ویلیجر ها ببینیم نون چقدر میشه، همونجا بیریدشون کنیم یا بیاریم این ور بیریدشون کنیم. جای چستا رو خودم هنوز گم میکنم نمیدونم کجا. آها با اینا میشه آهنگ درست کرد با این سر و صدا. فعلا اینجا برو کافی شده، ولی آها آیرونامون قشنگ کامل شد. اینا رو همه رو میریزیم آشغالی همینجا فعلا. اینا رو حالا برمیداریم استیک هم میگیریم. مثل اینکه اینجا باید سورد هم درست کنیم بچه. به به چیکار میکنی داشت؟ آها به به بچه ها اینم از ور و وسایل آیرونی مون. به 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 همه چی هم درست کردم تا تونستم. آره این کنترل‌ها رو من درست کنم. به به بریم اینو پر از آب کنیم. فارم آیرونه رو همین بغل بسازیم احساس میکنم خوبه. همین جاها اینجا درست کنیم. حالا اینا رو من بکنم برن. نمیدونم چرا لود نمیشه درستنی. قبلا میشد الان نمیشه. اشکال نداره دیگه، بالاخره ما اینه که میریم. حالا ویلیجرها بریم ویلیجرها رو خرشون کنیم بیاد. تو گم شو همینجا بمون، هیچ تکونی هم نمیخوری فهمیدی؟ همینجا رو باز
خدا بخوای فرار کنی، خدا بخوای فرار کنی. گو خوردم هیچ نمیزنمت، نمیزنمت بشین نمیزنمت. هه عین سگ میزنمت. کجای کاری؟ پدرتو در میارم من. صبر کن. از دستم فرار میکنی ها؟ برات دارم. ببریم این تو. پدرتو در میارم. صبر کن. سگ دمیج بخور. آره بذار اول اینجا رو ببندم بعد آزادش کنم. بعد کلیدم داره میره سراغ کارش میزنم میبندم. همونجا بمون. اون یکی تونم بذار بخوابم اول. من میترسم دیگه. روز بعد میریم اون یکی ویلیجررم میاریم. این دوتا رو با هم چیز میکنیم. آره اینو اینجا اینو میکنیم. اینو میگیریم. بشین تو بینی. بریم. اشکال نداره دوتا ضربه است دیگه. تحملشون کن. خب تخت نداریم مثل این که. بریم تختای ویلیج رو بکنیم بیاریم اینجا بذاریم. به به بچه دار بشن. اوه 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 بچه به 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 بچه دار شدن. اوه 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 بچه دار شدن. هورا بچه دار شدن. خب بچه هم معذرت میخوام یه کاری پیش اومد. به اینو باز چیز شدن. وای فرار نکنه بچه‌تون. بیاید الان شما حالا بساطا رو به راه کنید. شب شده بچهشون خوابیده. ما بریم کم کم وسایل چیز رو درست کنیم. چی بودش؟ آیرون فار. این افا چیه اینجا؟ من تو اینونتوری اینجا اف میزنم این بیاد اینجا ولی اینجا می نویسه. اشکال نداره. اونا تا کاراشون انجام میدن ما بریم وسایل آیرون فارم رو جمع کنیم. آره
تمام شد دیگه. واسه اینا رو هم بخوریم. بهار تمام شد دیگه. وسایلاشو جمع کردیم، بریم فارمو همین اینجا بسازیم. ویلیجر هم حالا ببینیم بیرید میشن، بزرگ میشن، بعدش برمیگردم میشه تو. بریم بسازیم. تا بریم این ویلیجرها رو باشون تلاش کنیم ترید کنیم. یکم استیک داشتیم، رفتم 3 تا امرال گرفتم. الان دیگه دست خودمونه دیگه، باید بریم چوب بکنیم و بیایم اینا رو ترید کنیم باشون. من یکم چوب میکنم، تریدش رو باز میکنم، اینا برمیگردم میشه. یعنی چوب کندیم اومدیم